قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. صدق الله المولانا العظیم. برادرای عزیز، یکی از موضوعاتی که میخوایم امروز سرش بحث بکنم مسئله گناه و معاصی است. سرسی بحث بکنیم که خود گناه چی است، نتایجش چی است، و به عباره دیگر چرا ما گناه میکنیم، چرا کار را میکنیم که با واسطه از او از خدا دور میشیم، شخصیت ما کوچک میشود، به بدبختی های مادی و معنوی رو میاریم. معاصی در اصل به معنای نافرمانی و عدم اطاعت و در حقیقت ضد اطاعت است. عصى العبد ربه اذا خالف امره. میگه بنده مخالفت پروردگار خود را کرد، ایره در هرگاه که مخالفت کرد در حقیقت عصیان کرد و نافرمانی کرد. الله جل جلاله در سوره مبارکه حجرات بعد از بیان دین و جایگاه پیغمبر و لزوم اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم باز بر ما ارشاد میکنه: و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. الله بد میبیند برای شما، الله برای شما بد میبیند. الکفر، ای که انکار به چی بکنین؟ به دین بکنین، انکار به خدا بکنین، انکار به ارزش های والای اسلام بکنین، الله ای را برتان بد میبیند، کافر نشین. والفسوق، و الله برای شما بد میبینه خروج از اطاعت خدا. مسلمان هستی، فرمان قبول کردی، ولی باز هم عمل نمیکنی. والعصیان، و نافرمانی را الله برتان بد میبیند. و به این تعبیر که خوب میفهمی که این امیال امر به من متوجه هست و ایره در خود نمیگیری. امام جرجانی رحمت الله علیه او میفرماید که العصیان هو ترک الانقیاد. عصیان و نافرمانی در حقیقت ترک انقیاد است، ترک انقیاد است. و در اصطلاح شریعت که علماء را توضیح میداد میفرمایند که همانا ترک مأمورات و فعل محظورات و منهیات الهی است. معاصی چیست؟ ترک مأمورات، الله به چیز امر برد کرده او را نمیکن. و فعل محظورات، چیز برد گفته ای را نکو او را انجام میدی. و نزدیک شدن به منهیات الهی، این معاصی است. ولی در کل، هم در افعال، هم در اقوال، هم در ظاهر، هم در باطن.
بعضی چیزاست که الله ما را منع کرده که نگویم، ولی ما میگیم. الله میگه غیبت نکن، فحش نگو، دشنام نتی، این کار نکن. هرگاه ما میکنیم در حقیقت نافرمانی الله را کردیم، عصیان کردیم از حکم خدا. یگان برای الله به ما میگه که این کار انجام نتی، عمل نکن. دستت بر بالای انسان مظلوم نباید بلند شود، نباید نان حرام را بخوری، نباید معاملات حرام را بکنی. میفهمیم و با وسوسه هم میکنیم. بعضی چیزایی ظاهرا ما میتونیم که بگیم اینی گناه است، کلگی سر ما و شما میفهمد که گناه میکنیم، الله از اون ما را منع میکند. بعضا کارهای را ما انجام میتیم که تنها خود ما میدانیم و الله میداند. در اوجا کسی دیگر خبر نمیشود، ولی من میفهمم که گناه میکنم و الله مراقب احوال ما است. الله میگه امی کارم نکن، زیرا خودت خود میدانی این کار حرام است، این ناروا است، این پس انجام نتی. هرگاه ما یک چیزی را میدانیم که ناروا است، هیچ کس نفهمد، ولی با وسوسه انجام میتون، باز هم معصیت است، باز هم گناه است. به طور مثال در یک مجلس میشینیم، نامحرم پیش روی ماست، یا امرای ضرورت داره گپ بزند، یا خانواده مشترکی داریم، ولی با او به چشمی میبینیم که او خبر ندارد، دیگران نمیداند، ولی من خود میدانم که ما به این زن به چی عنوان دیدم و یا این زن برای این مرد به چی عنوان دید و هدف و مقصدش چیست. هیچ کس نداند. الله رقیب است، الله میداند. انه یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. الله چشمای خائن را میشناسد و میداند و آنچه که در سینه ها مضمر است الله با او هم علم دارد. بنابراین وقتی که میدانی کار نباید بکنی، وقتی که میکنی در حقیقت معصیت کردی و گناه کردی. خداوند متعال جای دیگری میفرماد و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا. هر کسی که معصیت میکنه، نافرمانی حکم خدا را میکند، در حالی که میداند که گناه میکنم، نافرمانی رسول الله را میکند، در حالی که میداند که پیغمبر به چی مأمور شده و چی بر ما حکم کرده، و یتعد حدوده، شریعت خدا را زیر پای میگذارد، الله میگه یدخله نارا، داخلش میکنیم با آتش. یعنی گناهی تو چیزی نیست که کسی انجامش بدهد آثار سرش مرتب نشود. آثار سرش مرتب میشه که همانا داخل شدن انسان با آتش دوزخ است و الله ما شما را محفوظ داشته باشد. الله جای دیگری میفرماید در سوره مبارکه احزاب و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره. این مناسب نیست برای یک مرد مؤمن، برای یک زن مؤمن، هرگاه که خدا و پیغمبر فیصله بکند، ای که در مقابل امر الله پیغمبرش اختیار داشته باشد. چرا بگوید؟ چرا؟ کاش که بگوید اما تو نمی بود. این می هم برش نیست. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره، که بر اینها اختیار بوده باشد، حد اقل اعتراض خود بلند بکند، بلکه 100% اطاعت بکند. و اصحابه کرام هم تو بودن. اصحاب کرام در مقابل امر پیغمبر و خواسته پیغمبر چنان مطیع بودن مثل که همی دست از ما اطاعت میکند، دست از ما سخت اطاعت میکند. چیزی که ما بخوایم میگیرد و چیزی که ما میخوایم ترکش میکند. اصحاب کرام از رسول الله اطاعت میکردن، فقط شب و روز متوجه بودن که پیغمبر چی میگوید که متعمل بکنیم و به مو شکل پیش برویم. وصال حق گامی در راستای بیداری. پس
وقتی که ما این را میفهمیم که نااطاعتی و نافرمانی از رسول الله صلی الله علیه و سلم موجب گمراهی می شود، موجب داخل شدن انسان به دوزخ می شود، پس زیبنده است برای یک مسلمان که به این مفاهیم آگاهی داشته باشد و بفهمد که امی گناه چی است. و در قرآن کریم به خاطر امی موضوع است که این را به نامهای متعدد بر ما شما معرفی می کند. یعنی به گناه یک نام نمانده، به اشکال مختلف این موضوع را برای ما معرفی می کند. گاهی می بینیم که قرآن کریم از گناه به عنوان فسق یاد می کند. و کره الیکم الکفر والفسوق، الله برای شما بد می بیند کفر را و فسوق و خروج از دین را، یعنی بی‌طاعتی را. الله را برای شما بد می بیند. پس متوجه بودن که الله بد می بیند، نباید خروج از دین بکنیم، خروج از اطاعت خدا بکنیم. گاهی در قرآن کریم معصیت به عنوان اسم تعبیر شده، اونجا دیگه نام برش مونده. انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم، یقینا که پروردگارم حرام گردانیده، منع کرده الله الفواحش بی‌حیایی را، ما ظهر منها و ما بطن، بی‌حیایی که آشکار باشد، در پیش روی مردم باشد، الله او را منع کرده. و که چیزی که پت میکنی او را الله منع کرده. یعنی به این تعبیر که الله بی‌حیایی را منع کرده، کسی که در بیرون بی حجاب بگردد، لچ بگردد، او را الله منع کرده. در داخل خانه الله را منع کرده. در اینجا هم باید منضبط بوده باشی، افلام ناروا را نبینی، مجالس غلط را نشینی، الله از این هم منع کرده. والاثم، الله منع کرده ای که یک انسان عمل را انجام بدهد که در اوجا نافرمانی خدا باشد، الله این را منع کرده. پس می‌بینی که عنوان اسم هم به عنوان یک شیئی که باید نکنیم در قرآن کریم تعبیر یافته. خطیئه، این دیگه تعبیری است که قرآن کریم از معصیت میکند. ان کنا خاطئین، الله پناه میبریم از اینکه از جمله کسایی بوده باشیم که خطا بکنیم. به مسلمان نمیزیبد که خطا بکند. در خطا معنای گناه است. میدانی او خطا میکنی؟ میدانی او خطا میکنی؟ پنجم نام معصیت در قرآن ذنب است. فکلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا. هر یکی از این مردم و اقوام گذشته را که تاریخش بر شما خواندیم، از اقوام ثمود، از قوم فرعون، از قوم هرم، دیگه کلش که خواندیم که هلاک شدن، فکلا اخذنا بذنبه، هر یکی را به اساس گناهش گرفتیم و به اساس نافرمانی و معصیتش تباه و برباد ساختیم. فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا، گروهی هستند که به واسطه باران الله هلاکشان ساخته، باد تند هلاکشان ساخته، با آواز بد هلاکشان ساخته، و بعضی را الله به واسطه صیحه، و منهم اخذته الصیحه، یک آواز را جبرائیل کرده از بین رفتن. من خسفنا به الارض، تو مردمی که گناه کردن زمین سرش چیر کردیم و در زمین غرقشان ساختیم. و منهم من اغرقنا، و بعضی را غرق کردیم در او. و ما کان الله لیظلمهم، نبود که الله جل جلاله سرشان ستم بکند. یعنی الله به هلاکت از این قوم هیچ ضرورت نداشت. این مردم گناه کردن، اعمال را انجام دادن که با واسطه از او اعمال نتیجه می شد که یک تعدادشان در زمین غرق شدن، یک تعدادشان او بردن، یک تعدادشان با واسطه صیحه از بین رفتن، یک تعدادشان با باد از بین رفتن. و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ولی خودشان سر خودشان ظلم کردن، زیرا خطوطی که الله برشان تعیین کرده باز او پارا فراتر گذاشتن. فساد تعبیر دیگری است که قرآن کریم از گناه می کند و الله می فرماید که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، جز این جزای آنانی که فساد و تباهکاری در زمین می کند
ایست که باید دست پایش قطع شود، دستت قطع شود، به قتل رسانیده شود و آویزان کرده شود برای عبرت به دیگران. ببین در اینجا فساد تباهکاری است، گناه است. هر عملی که منجر به بدبختی دیگران می شود شریعت از او منع کرده. تسلط بر مال دیگری و خوردن حق دیگری، قرآن کریم او را هم به عنوان یک گناه معرفی می و نامش حوبا می ماند. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا. نخورید مال ایتام را، با مال خودتان گردش نکنین و نام سرش نمانین، نام سرش نمانین که بر خود تعبیر بکنین ولی هدف می نبود. این تعبیرات مختلف که شد، فسق، عصیان، زن، فساد، خطیئه، فسق، چرا قرآن کریم اقناما را سر یک عمل میمونه که کلش در حقیقت نافرمانی است، در حقیقت معصیت است؟ به خاطر که ما در این کلمات دقیق بیاندیشیم که بعضی از نامها در چیز بسیار کوچک انحرافی که صورت میگیرد الله دمو هم پرسان می. از این خاطر خطیئه او را هم آورد. یگان بار که میدانی و پایت کج میمانی تعبیر فسق برات داد. یگان بار که گناهت و خطیئت سبب بدبختی دیگران میشد فساد برش میماند. یگان بار خود را سقوط میتی اسم را برش میدهد. یگان بار حکم خدا که از طرف دیگه برت ابلاغ میشه عصیان برش میماند. این کل نکاتی است که ما در این کلمات باید بیاندیشیم و فکر بکنیم و خدا سرش آگاه بکنیم. وصال حق گامی در راستای بیداری. او ذاتی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر سایر ادیان غالب و پیروز بگرداند، اگرچه برای مشرکان ناخوشایند باشد. آمدیم داری که چرا ما گناه میکنیم، چرا نافرمانی خدا را میکنیم، چرا این القاب سخت و زشت را برای خود کمایی میکنیم که سبب ورود ما به دوزخ و یا هم سبب گمراهی ما تو است. از اهداف پایین میشیم، به مقصد نمیرسیم، جایگاهی که خدا به ما تو تعیین کرده به اون نمیرسیم. دو سبب را میتونیم به طور عمده معرفی بکنیم. یکیش امتحان خداوند متعال. الله جل جلاله ما شما را امتحان میکند. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم. ببینید که در این آیت تأکیداتی وجود دارد. خامخا ما امتحان میشیم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. تو گمان میکنی که بگو لا اله الا محمد رسول خلاص شدی؟ نه، تو خامخا امتحان میشی، تو خامخا امتحان میشی. امتحانات ایتو خدا میگیرد که یگان بار مردمای ضعیف الایمان خواد گفت که متى نصر الله، نیک خدا ما را فراموش کرد، نصرت خدا چه وقت میرسد؟ به می شکل خواد بود. یک تعداد شاید فرار از دین بکند. خدا ما شما را امتحان کرده و امتحان میکند. این اساس است. به این بیاندیشیم عزیزا که امتحان خدا ما را میکند. کامیابی در امتحان الله جل جلاله این تعلق به دو چیز دارد. یکی که ارگاه نعمت خدا به ما تو داد، در مقابل نعمت الله جل جلاله باید شکر بکشیم. مالی که داری، اولادی که داری، قدرتی که داری، جوانی که داری، صحتی که داری، مکنت و مقامی که داری، تو فکر نکنی، در ذهن تیر نشود که سر خود غاور شوی که ای ما شدم دیگه،
با زورم گرفتیم، با علمم گرفتیم، با توانمندی و شجاعتم گرفتیم. نه، لطف خدا شامل حالت شد. لطف خدا شامل حالت شد. بنان اتو فکر برات پیدا نشود، اتو یک خطوه برات پیدا نشود که بگی ما این کار کردیم. نه، کلش نعمت الله بود. چقدر مردم اولاد ندارن، اگر تو را در موجه قرار میداد میتونستی اولاد پیدا بکنی؟ چقدر مردم غریب هستن، اگر تو در موجه قرار میگرفتی چطور میبود؟ چقدر مردم افتیدن و مریض هستن، اگر تو در جایش میرفتی؟ چقدر مردم بیکار هستن، اگر تو در موجه میبودی؟ بدان چی حالتی داری و چی برتری داری عزیزم؟ در مقابل نعمت الله شکر بکش، بگو پروردگار تو به من احسان کردی، یا الله تو به من احسان کردی و این لطف عنایتم کردی. پس یک اصل امی است، یک گپ امی است که در مقابل نعمتهای الله باید شکر بکشیم، باید شکر بکشیم. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمتها و احسانات الله را بخواین شمار بکنین با اندازه زیاد است که او را حساب کردم نمیتونین. اینقدر زیاد است. هر لحظه در زیر پوشش نعمت الله جل جلاله است. و گاه در زندگی ما شما با مشکلات روبرو میشیم، با مصیبت ها روبرو میشیم. باز باید صبر بکنیم، باید صبر بکنیم. به تعبیر دیگه عرض بکنم، نعمت های الله بسیار زیاد است سر ما و شما، احسانات الله بر بالای ما و شما بسیار زیاد است، ولی مصیبت ها شمار می شود. یعنی شما اگر بگن بیان تنها امروزی که تو از نعمت خدا استفاده کردی چقدر است حساب کرده نمیتونی. امروزت را از صبح تا بینی وقت الله با تو چقدر خوبی کرده، در حالی که کل عمرت بگی و مصیبت هایت حساب کن، باور بکن به ده هم نتانی خود حسابش برسی. مصیبت هایی که حساب بکنی به ده هم نتانی خود شمار بکنی. اگر ده بوده باشه در مقابل میلیون ها احسان خدا هیچی هم نیست. بنان جفا هست که اطاعت نمی کنی، جفا هست که نافرمانی می کنی، جفا هست که در مقابل یک مصیبت بسیار کوچکی که باز هم هدف رشد تو است، باز هم نزدیکی تو به خداوند متعال است، باز در عموم مصیبت الله برای تو خیر می دهد. در این نباید بی تفاوت بوده باشی. پس در حقیقت یک نکته اختبار است، امتحان است که خداوند متعال ما شما را می کند و الله جل جلاله ما شما را در امتحانات کمک بکند و با لطف کرمش ما شما را توفیق عنایت بکنه که از این امتحانات که هر لحظه ما شما زیر پوشش هستیم خداوند متعال کامیابی نصیب بکنه. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك و اتوب الیک. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.